کدوم از زاویه صورتش رو به یه جهتی میریم. خب حواسمون به چیزی نوکش باید باشه، خیلی حساسه. بعد پوست دستش رو حتما با دستمون میکشیم. بعد در ما اینکه کلا درماپلنینگ 2 تا ممنوعیت داره، یکی موی زائد نباید داشته باشن، یکی جوش فعال. یعنی برای این 2 تا مورد درماپلنینگ رو ما انجام نمیدیم. پوست دستش رو با این دستمون محکم میکشیم. حالا نیازی هم نیست اشاره خاصی بدیم، منظورم اینه که تا جایی که راه داره میکشیم در جهت مو. بیا تو هم بیا برو تو هم خاله بیایید. خب